اوج نیروهای سرکوبگر رو بگیرند و اونجا شعار دادن بر علیه خامنه ای. یه سری دستگیری ها هم شده، بیش از 20 نفر هم زخمی شدند. در بین آنها حداقل 4 کودک شناسایی شده. کودک وقتی میگم همون زیر 15 سال، حتی اسامیشون هم ذکر شده. این نیروهای سرکوبگر تاکتیک عوض کرده بودند، با لباس بلوچی وارد شدند درون خود نمازگزاران یا تظاهر کنندگان با لباس بلوچی و حتی شعار دادن الله اکبر و الله اکبر که وانمود بکنند که اینها بخشی از تظاهر کنندگان هستند و از اونجا از درون مردم شروع کردند برخی هاشون به پرتاب گاز اشک‌آور و تیراندازی. آقای مهم، من 7 نفر کشته شدم شنیدم، آیا این درسته یا نه؟ ببینید، یک خبری از طریق تو واتساپ میچرخید که 7 نفر کشته شدند، منتها تا الان من در هیچ کدوم از خبرگزاری‌های معتبر مربوط به احزاب سیاسی بلوچ، چه در رصد، چه در رسام، چه در هالوش ندیدم. اگر همچین خبری صحت داشت، حداقل یکی از اینها اینو میگفت. خود منم یک به اصطلاح چیز داشتم، یک رابطه کوچک تلفنی رو دوست داریم داشتم رضی الله عنه، تموم شد. زایدان. غلوف و البته خب پرستی شما یا میدونید علی که مدد و علی نمیدونم ولایت تکوینی یک داره، شهر همه تهران اینا با اشتباه از چرت، تمام وقایع هم کفر و خبر خرافات، نمیشه. چه به علی نسبت بشه، چه به عمر ایشون نسبت هم بشه، چه به نشنیدم محمد صلی در الله علیه و دربارش سلم صحبت کردن نسبت از بشه. کشته شدن، ولی بعید نیست اینا، چون حتی با سلاح‌های نیمه سنگین دوشکه‌ها هم تیراندازی کردند، ولی بیشتر با تیرای ساچمه به طرف مردم زدند و به همین دلیلی که تعداد زیاد زخمی شدند و کسی مثلا کشته نشده. شعارها هم همیشه طبق معمول شعارهای خیلی مترقی انقلابی بوده، شعارهای براندازی بوده، مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر پاسدار و از این قبیل شعارها بوده، همون شعارهای مدرن. با وجود اینکه اینها در طول این 1 سال خیلی از اونایی که پلاکار دستشون بوده شعار میدادن، اینا رو دستگیر کردن، ولی جای اونها پر شده از نیروهای جدید، جوانان بیشتر. رونسا بلوچستان به یک حدی از آگاهی رسیده که دیگه از خون شهیدانش، از خون جانباختگان جامعه خونین و جمعهای خونین، بهتر بگیم، درسته که جامعه خونین زایدان مشهور شد، ولی ما جمعهای خونین دیگری هم داشتیم، جامعه خونین خاش، جامعه خونین بعدی زایدان که اونجا 12 نفر چشماشون از دست دادند، زخمی شدند، چند تا فلج شدند. جمعهای خونین بعد که دستگیر کردند، بچه های 15-16 ساله و 6 سر بچه رو دستگیر کردند، بهشون تجاوز کردند در زندان. اینها دردناکه. جمهوری اسلامی به هر حال در بلوچستان مرزهای خشونت، مرزهای مثلا بی‌انصافی، شرافتی همه رو گذرونده. هر کاری که تونسته انجام داده برای مردم، دستگیری، اعدام، انتقام های دست جمعی، دستگیری های پله‌ای. حتی مثلا روزهای بعد از جمعه خونین زایدان حمله میکردند به رستوران ها، به کافتریا، هرچی جوان بلوچ بوده اونجا دستگیر میکردند. حالا
این جوان شاید اصلا مخالف تظاهرات هم بوده باشه، شاید اصلا تو تظاهرات هم نبوده، ولی دستگیر کردن به جرم اینکه بلوچند. تبعیض، 43 سال تبعیض بیداد میکنه. یکی از نمایندگان سابق مجلس خود رژیم که معمولا نماینده ها افرادی کنسرواتیو هستند، به هر حال اینا از فیلتر رژیم رد شدن، محمد نعیم اربابی که اسمش نماینده سرباز ایران شهر بود چند دوره پیش، ایشون در یک توییت گفته بود اینقدر تبعیض هست که یک پروژه به نام توسعه سواحل مکران، سواحل بلوچستان رو به اصطلاح چندین سال دارند اونجا اجرایی میکنن، ولی یک بلوچ، حتی یک آبدارچی بلوچ در درون این پروژه نیست. توجه بکنید، همون کاری که اسرائیل در سرزمین های فلسطین انجام داده در طول این حداقل 50-60 سال بعد از تشکیل اسرائیل، الان جمهوری اسلامی همون طرح‌ها رو پیاده میکنه، بلوچه ها رو از سرزمین های آب و اجدادیشون، از زمین هاشون بیرون میرونه. حتی شده شهرک های حلبی رو آتش زدند، حتی شده با هندوانه رفتن به برخی از روستاها نزدیک دریا بودن، سواحل مکران، چون تو زمین ها تو پروژه هاشون بوده، اونا که آدم های بی سواد بودن بیچاره ها رو چیز کردن، هندوانه بهشون دادن و بعد امضا گرفتن که این زمین ها رو ما واگذار کردیم. ببینید، بهشون گفتن چون شما بهتون هندوانه میدیم این امضا رو به خاطر این که ما هندوانه رو دریافت کردیم، ولی در واقع اونجا سند به اصطلاح واگذاری زمین رو به این نیروها به اصطلاح اونا امضا کردن در واقع. خب اینا دستشون به هیچ جایی بند نمیشه. اگر شکایتی هم بکنه، اولا شکایت نمیتونن بکنن، پولی ندارن وکیل بگیرند، اگر هم این کارو بکنند تهدیدشون میکنند. ما شیلات داریم. بندر کنارک یکی از بزرگترین بنادر ماهیگیری در منطقه، چند ده هزار لنج ماهیگیری اونجا هست. یه شیلات داریم که اونجا حتی بلوچه ها رو کار نمیدند. اینها به بهانه مجوز دادن به این لنجه ها میگن شما برید ماهیگیری بکنید، اون هم در دریاهای مثلا در آبهای اقیانوسی که خیلیشون دستگیر میشن توسط دزدان دریایی سومالیایی و اونجا تو زندان ها میمیرند به خاطر اینکه اونها اخاذی میخوان از خانوادهشون در ازای آزاد کردنشون، میلیون ها دلار میخوان. خانواده های فقیر جاشو این پولو ندارند، خیلی ها مردند، خیلی ها سالها در اون زندان ها اونها بودند. میگن این ماهی رو قیمتش ما تعیین میکنیم و شما حق ندارید ماهی رو در بازار آزاد با قیمت آزاد بفروشید، باید به شیلات به اون قیمتی که ما تعیین میکنیم باید بفروشید. توجه بکنید، و اون قیمت هم طبیعتا کمتر از نصف قیمت بازار آزاد. و این سرمایدارانی که شیلات رو اداره میکنند و شیلات مال اوناست، اونا طبیعتا بلوچ نیستن، بومی نیستن، اصلا جای دیگه اومدند. تمام طرحها دست غیر بومی هاست. خب طبیعیست ملت بلوچ به اون سطح در آگاهی رسیده که این رژیم دوستدار مردم بلوچ نیست. این رژیم برای نابودی ملت بلوچ اومده. نیروهای اشغالگر سرکوبگرند اونجا و همانند یک نیروی اشغالگر عمل میکنند. باور بکنید اسرائیلی ها در فلسطین اینقدر تبهاش نشون نمیدن، تجاوز نمیکنند به زنان و دختران فلسطینی.
اینا دارن در بلوچستان تجاوز میکنند. تجاوز در فرهنگ بلوچی، تجاوز به زن بلوچ اصلا تو فرهنگ بلوچی باعث شده که سالها، 10 سال جنگ در گرفته در بلوچستان بین دو طرف. ولی اینا فکر میکنید این مسئله زاهدها اینقدر دنبال دار شده به خاطر چیه؟ بیشتر به خاطر اون تجاوز دختر 16 ساله بود. چون این فرهنگ بلوچ، حالا ما چی قبول داشته باشیم، مسئله ناموس رو چی قبول نداشته باشیم، ولی اونجا هست، واقعیتی است. من فقط یه جمله میگم، میکروفون آزاد میکنم. برخی از دوستان چپ سوسیالیست هم، نمیدونم کی، یکی از دوستان اینجا صحبت در یک توهم خاص به سر میبرند. فکر میکنند که ایران یک جامعه بی طبقه هست و باید با افکار اون سوسیالیستی جلو رفت. نه دوست عزیز، ما حداقل 100 سال، 200 سال، 300 سال هم دیگه به اون جامعه که شما بهش معتقد هستید، جامعه بی طبقه، نخواهیم رسید. ما باید با واقعیت های عینی جامعه حرکت بکنیم و سیاست هامون رو اتخاذ بکنیم و اگر تغییری که باید این تغییر رخ بده، این تغییر گام به گام به مرور باید رخ بده. روسیه بعد از انقلاب اکتبر کلیساها رو بست. 70 سال مردم رو نگذاشت برن کلیسا. نسل جدیدی اونجا به دنیا آمدن، بزرگ شدن در طول این 70 سال. ولی وقتی که اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید، اولین کاری که خیلی از مردم کردن رفتن در کلیسا رو دوباره باز کردن. نمیشه مذهب رو با چماق از بین برد. اینو باید خاطر داشته باشیم. و جامعه ایران یک جامعه مذهبی است، خصوصا جامعه بلوچستان بعد از انقلاب 57، یعنی جمهوری اسلامی تبدیل به جامعه مذهبیش کرده، به خاطر اینکه با رواج مساجد و حسینی های شیعه ها این باعث شده که عکس‌العمل بلوچ ها، ریاکشن بلوچ ها، واکنش بلوچ ها این باشه که بچسبند به محکم به مذهبشون، مساجدشون رو زیاد بکنند، مدارس دینیشون رو زیاد بکنند بیش از اون چی که احتیاج جامعه باشه. اینو ما میدونیم. که در آینده هم ممکنه به مشکلات وجود بیاد. ولی در حال حاضر مولوی عبدالحمید نقش یک روحانی رو فقط بازی نمیکنه، نقش یک سیاست مدار رو، نقش یک رهبر رو باید ازش حمایت کرد، چه ما معتقد باشیم به دین چه نباشیم. ممنون از فرصتی که من دادید. گویا همه خواب رفتن در صحبت های من، نه طولانی شد. خیلی ممنون. من نمیدونم آقای عزیز. بله اومده. الان ماک میدم بهتون. بله، جامعه ما خوشبختانه با قوانینی که ترسیم کرده، حداقلش اینه که حاکمیت بعد از ملایان ما رو با شرط حاکمیت برقرار میکنیم. شرط مهمش سکولاریزمه. یعنی از همون پایه با دین یک فیصله رئالیستی میکنه. یعنی هر کسی به جای خود. شرط حاکمیت فردا دموکراسی، سکولاریسم و فدرالیسمه. یعنی دین در جای خودش خواهد رفت. این اولین اصلی است که در حاکمیت فردای پس از حاکمیت ملایان برقرار میشه، با توجه به رنج 44 ساله‌ای که از حاکمیت دینی مطلق خورد. و خوشبختانه مولوی که همکنون در بلوچستان پیشوای مسجد مکی رو به عهده گرفته، با تأکیدات فراوان در نصیحت گویی به ملایان ایران که سیاست را به سیاستمداران واگذارید.
به دانشگاهیان وابداریم و عالمهای دینی به دین بپردازند. تأکیدی است که در بسیاری از خطبه های خودش اینو تأکید کرده، خیلی موکداً خواسته از حاکمیت که دین از آن ملایان و روحانیون و علمای دین هست، با دینیان هست، اما سیاست را به دانشگاهیان، روشنفکران و سیاستمداران بگذارید. تازه اگر هم نگویند، فرض میکنیم که نگفته باشد، فرض میکنیم که هم بخواهند، حاکمیت بعدی که برقرار میشود نخستین شرطش سکولاریسم است. یعنی حتی پیش قدمتر از دموکراسی، سکولاریسم، دموکراسی و فدرالیسم. اینه که غصه چندانی در این بابت پس از حاکمیت ملایان نداریم، لذا وسواس زیاد لازم نیست، چون شرط حاکمیت فردا همینه. بفرمایید جناب گلچینفر عزیز. سرکارخانه شهروی سخن نگفتن هستن. شهروی جان شما سخن میگید؟ شهروی عزیز، شهروی گرامی؟ نه. جناب گلچینفر شما، بله بفرمایید. شهروی جان؟ نه. گلچینفر جان شما سخن دارید؟ من شنونده ام آقای عزیز. بسیار خوب، سپاسگزارم. جناب ابراهیم عزیز شما من خواستم خیلی عذر میخوام. بسیار خوب. مرسی. بله. بهمن جان شما میخواید سخنی بگید؟ من نه، خواستم یه چیزی بگم اگه اجازه بدی آقای عزیز. بسیار خوب. جناب شمر عزیز بفرمایید، شما تازه اومدید. سلام دوستان، وقت خوبی داشته باشید. امیدوارم که زنده باشی و سرحال. متاسفانه جمهوری اسلامی روز به روز خشنتر، روز به روز جنایت خودشو هر روز برگی به جنایت‌های خودش اضافه میکنه. امروز مردم بلوچ اگر به خاک و خون کشیده شدن، یا اون کشتاری که زخت و زوری که روی بلوچستان هر روز دوباره می شود، بلوچستان تنها نیست. دیگر آن زمان گذشته که فکر کنن که بلوچستان، کردستان، آذربایجان یا خوزستان یا هر نقطه ای از ایران تنها میماند. به هر بهانه‌ای، به هر پروپاگاندی که از پیش جمهوری اسلامی واقعا به آن میپردازد و تبلیغات فاشیست خود رو هر روز دوباره و تکرار و صدباره میکنه. اما دوستان، من خوشحالم. راستی اون روز من اینجا یکی از دوستان که خود چپ هم هستن، به غیر از سوسیالیسم و مبارزه طبقه کارگر چیزی دیگر قبول نمیکرد، اما امروز میبینم رو میزدن که طرفدار هر طیفی هستن که ضد جمهوری اسلامی و معتقد به نابودی جمهوری اسلامی هستش، بدون پرداخت به عقیده و مرام و حتی سلطنت طلبان. اما این جای خوشحالیه. اما با توجه به این صحبت ها، اون کسانی که معتقد به آزادی و دموکراسی هستند، حتی اگر سلطنت طلبان در یک نشست، در یک پروگرام برای برقرار کردن یا به وجود آوردن یک آلترناتیو مشترک در سطح ایران میتونن عدم تفاهم در مذاکرات را داشته باشن، آن کسی که خواهان نابودی جمهوری اسلامی است، این خودش یه نقطه مشترکه. آن کسی که معتقد به دین از سیاست هستش، این خودش دومینه. اما درباره آزادی و دموکراسی شما نمیتونی با سلطنت طلب یا طیف سلطنت طلب همراه باشی، مثل یک آزادی خواه یا مثل کسی که در خط چپ بالاخره عمری را سپری کرده. اما میتونید عدم تفاهم در یک آلترناتیو مشترک را به وجود بیاوریم که این عدم تفاهم در اون آلترناتیو مشخصاً قید بشه که در فردا روز این اتحاد یا این همبستگی فقط برای نابودی جمهوری اسلامی هستش و ما بعد آن این مردم هستند که تصمیم خواهند گرفت چه حکومتی در ایران داشته باشند. این نکته را باید در هر آلترناتیوی که با آن کسانی که ادعای تمامیت ارضی ایران یا معتقد به مرکزگرایی ایران هستند، قدرت را مثل سالهای گذشته و چند هزار سال پیش همینطوری ادامه بدن، باید قید بشه
که در فردا روز بهانه‌ای نداشته باشند. آن کسانی که معتقد به آزادی و دموکراسی هستن خوب ساده تره. آن کسی که معتقد به آزادی و دموکراسی هستش این عدم تفاهم رو نمیخواهد، آردی معتقد به این راه هستش. پس بنابراین ما میتونیم چپ و راست و ملیگرا، هر آن کسانی که از معتقدن به انسانیت، انسان بودن، معتقدن به آینده ایران، معتقدن به زندگی بهتر برای فرزندان آینده ایران، میتونن گرد هم جمع بشن و میتونن آلترناتیو مشترک وجود بیارن که هم اپوزیسیون خارج از کشور که اون باید و شاید حضور عملی ندارد متحد بشن و در راستای آزادی بالاخره پا به عمل بگذارن و دلگرمی هم بشه برای همون کسانی که امروز در کف خیابون هستن و هر روز بالاخره حضور دارن و هر روز توانش رو پس میدن. به نظر من این روزها روزای گران قدری است. این روزها روزایی هستش که دوباره نخواهد شد. این روزها ما نباید فرصت را از دست بدیم و میتونیم دور هم گرد بیاییم و در فضای آینده ایران هستش که آزادی و دموکراسی رشد خواهد کرد و اون کسانی که معتقدن که به مشترک یا لغو مالکیت خصوصی در اون فضای آزاد میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن. تا زمانی که جمهوری اسلامی سرخط سرکار باشه هیچ فضا، هیچ شانسی برای اون کسانی که نیست واقعا که خواهان لغو مالکیت خصوصی هستند. چون جامعه ایران از هم پاشیده شده. جامعه ایران طبقه و مقام کارگری و نمیدونم تشکلای خودش رو از دست داده. واقعا تمام در زیر خط فقر هستند. امروز در ایران واقعا نمیدونم چند درصدی که اونایی که در با جمهوری اسلامی سرکار داشته باشن یا جزو مافیای سپاه پاسداران باشن میتونن دست به دهان خودشون ببرن. در غیر این صورت اکثرا مردم در وضعیت ناخوشی، واقعا بعضی موقع بعضی خانواده هستش من که تماس دارم واقعا خودشون اصلا میگه نگو این حرفایی که از روش نمیاد بگه من چیکار میکنم، از روش نمیاد من بگه من چطوری نون در میارم. آنقدر فلاکت زده است از لحاظ اجتماعی، از لحاظ بالاخره درآمدی که هستش، در خرجی که باید داشت. واقعا نمیشه با زبان نمیشه این حرفا را توضیح داد. باید در اون شرایط انسان قرار بگیره بعد بیاد حرفشو بزنه، بعد لمس کنه چه دردی را، چه مشقتی را مردم ایران امروز هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه تحمل میکنن. جدا از نبود آزادی، جدا از نداشتن نتونستن نفس کشیدن، بار اقتصادی واقعا کمر شکن هستش. امروز ما باید احساس مسئولیت کنیم، این حزبگرایی را تا حدی که میتونیم کنار بگذاریم و برای آزادی ایران بالاخره اقدام بکنیم. اگر معتقدیم به انسانیت، اگر معتقدیم به آزادی ایران، اگر معتقدیم به فردا، باید امروز عمل کنیم. تشکر از شما، خیلی ممنون. بله سپاسگزارم از شما. اما عزیز من یک جان. زاویه دارم با سخن شما که پس از جناب رینیک روش حتما خواهم گفت. یک زاویه خیلی مشخص، ضمن اینکه نیت خوبی است اما یک ایراد اساسی داره. بفرمایید جناب نیکو. کردی بیشتون بگم که دجمنی باب و بابان نابن به حوال لاوان، شاه و شیخ نابن دوستی گلان. بگذاری میبخشید. میخوای ترجمه کنم جانم؟ میگم نه من گرفتم، دشمن، دست در بله دشمن اجداد ما و پدران ما نه هرگز دشمن نسل جوان نخواهند بود. معنیش اینه. ببین همه با هم ما اینو با خمینی تجربه کردیم سال 57. نه ما کردها، نه ما چپها، نه ما انقلابیون. ولی به هر حال خیلی گفتن و بعضی هم
دوچار این محاسبات سیاسی اشتباه شدن که خمینی با آنفریبی زیاد و ما همه با هم هستیم، ضد امپریالیسم هستیم، ضد امریکای کافر، ضد استکبار. بعد برای ملت ایران هم هستیم، مثلا هم که تشریف داریم. آره، این مجموعه از اسلام و ناسیونالیسم مرکزگرا و بعد یک بخش مسائلی که بتونه این بخش از چپا رو راضی کنه، اینو از خودش متکه، چون آفریب خیلی فریبکاری بود. بعد گفت من چیز خود جمله خمینی گفت من خدعه کردم، یعنی من اون هدف وسیع رو توجیه میکند به کار بردم. آره، فریب. آره، ببین، برای اولا یک جامعه بدون حزب قابل اداره نیست. یک، دو، احزاب میتونن حول یک تفاهم اجتماعی برای سعادت مردم برنامه‌های ایدئولوژیکی خودشون تا حد زیادی ازش بگذارن به خاطر سعادت ملی، یعنی همه ملت‌ها در جغرافیای سیاسی ایران. سه، پایبند بودن به اصل برابری و پایان تمام تبعیض‌ها یک نیاز تاریخیه. 100 سال جنایت بر علیه بشریت در ایران سپری میشه، یعنی با تفاوت 1 سال یا 2 سال. این یک نیاز مبرم تاریخیه. 100 سال جنایت بر علیه بشریت، 100 سال اعدام، ترور، شکنجه، کشت و کشتار، ناپدید شدن و دربدری تمام مترقیون، انقلابیون و انسان‌های آزاده، زنان و مردان این کشور. ببین، ما دوست داریم ایرانی بدون دغدغه، بدون مشکل برای همه وجود بیاد، ولی این با اندیشه آن کسی که فکر میکنه یک ملت، یک فرهنگ، یک زبان داشته باشه ممکن نیست. اون کسی که فکر میکنه خودش خود محور باشه و دیگران رعیت باشه، این ممکن نیست. اون کسی که فکر میکنه بر بنیاد طبقه بالایی و طبقه پایین، کاست برتر و کاست پستر این جامعه داره باشه، این ایران قابل اداره نیست. ما 100 سال به گذشته ها دور بر نمیگردیم. 100 سال تجربه یک ایدئولوژی نکبتی داریم که در واقع ناسیونالیسم افراطی مرکز و مذهب رسمی تشیع 12 امامی بیشمار جنایت ها بر علیه بشریت انجام داده. ما میخوایم از این گذار کنیم و راه گذارش اینه انسان را در مرکز سخت توجه قرار بدیم، فرای هر ایدئولوژی، هر اندیشه سیاسی و هر باور فکری و در کدام جغرافی این سرزمین زندگی میکنه. ایرانی آری از آپارتاید، یعنی تبعیض ملی، تبعیض اقتصادی، تبعیض مذهبی، تبعیض سیاسی، تبعیض جنسی، زن و مرد. ایرانی که درش مدنیت، قانون و نظام حقوق بر همه چیز اولویت داره و سیستمی که به صورت شورایی اداره میشه، نه اراده فردی، نه خدا، نه شاه، نه شیخ، نه سایه خدا و نه روح خدا. ایرانی که درانش یک نظامی پیاده میشه که درش با انتخاب شورایی و همیاری همه ملیت های اون سرزمین، چون ما اقلیت و اکثریت نداریم، همه ما اقلیت هستیم و همه ما اکثریت هستیم. همه ما در جغرافیایی که زندگی میکنیم اکثریت هستیم و همه ما اقلیت هستیم بنا به تناسب همسایه کنار خودمون. یعنی این داده های فردی نیست که تعیین کننده مدنیت، این نظام حقوق و منشور اجتماعی و حقوق مدنی و اخلاقی و سیاسی که تعیین کننده رفاه اجتماعی همه افراد و همه فرهنگ‌ها و همه نظامات فکری و همه ساختارهای اجتماعی در برابری قانونی و در مسئولیت قانونی نسبت به فردای این جامعه. وگرنه ما طرفدار یک ایران فدرال، یک نظام رنگی کمان، یک نظامی که در واقع پایان دهنده تمام تبعیضات، این ایران ما، ایرانی که در واقع ایران شهری، شاه طلب، یعنی شاه اللهی یا حزب اللهی میخواد، اون ایران گذشته است، ایران بربریت و فاشیسم و تبهکاری و ایران جنایته. ایرانی که ما میخوایم تحریزی کنیم و پایه بیافکنیم، همانا ایرانی هستی بر معنای محبت، دوست داشتن، اخلاق، نودوستی، پایبندی به قانون، سنت های سالم اجتماعی، نظام برابری، امنیت اجتماعی،
امنیت فردی و امنیت جمعی و برابری کامل حقوقی برای تمام ملیت ها در یک جغرافیا هستیم بدون هیچ گونه تبعیضی. این ایرانی که ما در واقع برای قرن 21 و آینده مد نظر ماست. ما ایرانی نمیخوایم طبق تبعیات و گذشته گرایی. ایران ما ایران آینده گراست، ایرانی که هستش که روش به سوی رهایی، برابری، مدنیت و ثقل اساس و بنیاد توجهش انسان به عنوان مدار زندگی و آینده انسان و امنیت انسانه، فرای هر ایدئولوژی که میخواد در این جامعه زندگی بکنه. اینه که ما فدرالیست‌ها برای آن مبارزه میکنیم. دوست عزیز، ما فرای از این خواستهای دیگه نداریم و نسل‌های آیندگی اینو میتونن به صورت خیلی جامع‌تر و وسیع‌تر و توریزه کنن و پایه‌گذاری کنن. اینش دیگه بستگی به زمان آینده و وقتهای زیادی داره که اون امر تکنیکیه، ولی کسانی که این خواسته دارن عمدتاً برخواسته زنان و مردانی هستن که ده ها سال برای آزادی جان دادن، مبارزه کردن، شکنجه دیدن. خود من الان در خدمت حضور شما هستم، 85% چشمام در زندان جمهوری اسلامی دست دادم، 15 روز در زندانی ژاندارمری شاه بودم. الانم برای اثر یه حادثه‌ای 2% بیشتر دید ندارم، ولی روح من و وجدان من و اخلاق من در خدمت شما و در کنار همه هموطنان من، هم از فارس و ترک و ترکمن و کرد و بلوچ و لر و عرب هواز و بلوچ و همه اینا قرار داره. به قول سعدی بزرگوار میگفت بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینشی گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نما قرار. معنی خیلی معنی وسیع داره. من نمیتونم انسان آزادی باشم که در کنار من انسانی دیگر، ملتی دیگر از همان آزادی، از همون نعمات، از همون سعادت، از همون حق رشد و سعادت و امنیت برخوردار باشم، ولی دیگری نباشه. هیچ گونه توجیه اخلاقی وجود نداره برای تجاوز به حق و حریم فردی و اجتماعی فرد یا ملت‌های دیگه. زنده با آزادی و برابری. جناب دادیار باید ببخشید من طولانی شد حرف من. بله، نه خواهش میکنم. میشنوم. من درباره سخنان دوست عزیزمون که فرمودند سخنان خوبی گفتن، نیت خوبی بود درباره اتحاد. نمیدونم ایشون رفتن یا هستن. خدا کمال کنه بود اگه باشن بخواد که سخنی با هم گفته باشین که دوباره مایک بگیرن و سخن بگن، چون سخن بله شمل عزیز بودن هستن. شمل جان، اجازه بدی ما من میخوام از من یادم نره آقای عزیز آی بچه دادیا آی من دادیا کاش من میتونستم کردی حرف بزنم که برای کلمات بالاخره کوتاه چیز نشم. نمیدونم بله، که اینجاست. شما پس از من با جناب نیک روش و جناب فؤاد و جناب ابراهیم با کردی با هم سخن بگید. من فقط من یک میخوام آقای عزیز، آقای شمال میبخشید، کک شمال بخشید، من میخوام یه حرفی که یادم نره به قول یارو گفتنی، چون حالا نوبت من مهم نیست. آقای بله شمال بفرمایید خیلی بفرمایید عذر میخوام، میبخشید. بفرمایید. کاک شمال یه حرفی زد، گفت حالا اومدن در صف مبارزات مثلا شاپرست رو نمیدونم اینا. خب این چیز اتحاد خوبیه، من از این حرف خیلی مخالفم. شاپرست یا مثلا شما فکر کن، من میخوام یادی از بزرگمرد عالم، نویسنده عالم که به نام ماکسیم گورگین سال 800 ها زیسته و کتابش نوشته، یه حرف خوبی داره، میگه خاک به سر اون مملکتی، اون ملتی که میخواد مثلا شاپرستی و به شاه مثلا رای بده. اونم پرانتز گذاشته، میگه شاه نشسته بالا، شخص اول مملکت و نخست وزیرش هم شخص دومه. یعنی دیگه همه مردم جهان وقتی زیر سلطه شاهنشاهی هستن، اینا دیگه هیچ کسی قبول ندارن اونا رو که زیر، مثل حالا بگم خیلی عذر میخوام از انسانیت، یا مثلا یه گله حیوان میبینه، چون فقط شاه مملکت اول خودش، دوم نخست وزیرش، اینا دیگه هیچی نیستن. یعنی پس بنابراین من اینو قبول ندارم. اون شاهی که میخواد بیاد
انقلاب بکنه ناجی بشه. برای من این آزمون خودشو داده. چه آزمونی داده؟ مثلا من نوعی در کشوری که نفتخیز بوده، در کشوری که طلا داره، در کشوری که مس داره، اورانیوم داره، ولی من نوعی کارگر چرا باید الان بی سواد باشم؟ در زمانی که من به قول یارو گفتنی، به قول ما کردا میگه تلزم فقر تو خانوادم بوده و در جامعهم اینا روش دادن. من نوعی نتونستم به جایی برسم، ولی ناچار شدم با شاگردی و حمالی اینا بازم برم کلاس 2 شبونه رو تمام بکنم. اینو من جدی میگم صراحتا، من آدمی اکادمی نیستم میگم انسانی هستم اینجوری. ولی خب من دوست داشتم در اون زمان شاه که ما مثلا ثروت داشتیم، مملکتمون رو میگم، ما منظور مملکته، ثروت داشتیم، میتونستم مثل کشورهای دنیا. حالا شما نگاه کن در کشوری حالا که بجز نمیگم سوسیال دموکرات یعنی تمام دنیا، الان بعضی از کشورهای حتی همین اروپایی که من توش هستم ممکنه کاپیتالیسم سرمایه‌داریه، ولی این سرمایه‌داری از لحاظ سندیکالیسم مثلا تونسته و از نظر قانون مداری مثلا طبقات وجود نداره به اون صورت کشورهای غنی. چرا؟ مثلا شما فکر کن اگه یکی از خیابون یه جوونی زیر 15 سال یا مثلا 10 سال 8 سال 9 سال اینا که میتونه راه بره و مثلا اینا تو خیابون اگه ببینن، مثلا مردم میره شکایت میکنن، تلفن میکنه، میگه پلیس بیا، میگه در موقع مدرسه چرا یه جوونی یه بچه 12 ساله 13 ساله الان باعث مدرسه باشه چرا تو خیابون میگرده؟ فوری میان میگیرن نقصشو پیدا میکنن، یا مثلا میگن از طرزم از فقر یا از اینکه اختلافات خانوادگی دارن اون بچه را مثلا دارن کنترل میکنن. پس بنابراین من اینو میگم در کشور ما این همه ثروت غنی داشتیم به همون شرایطی و همه به معادن، حتی میتونم بگم بس سیقل جیشی کشور ایران همون صنعت توریستش میتونه برابر باشه با نفت. در اون زمان کسی که مثل من سن داره، مثل آقای عزیز میدونه که در اون زمان ما تمام توریستا می اومدن و خیلی سرمایه برای جامعه می آورد، ولی در همان کشور ما خودمون بیگانه بودیم. در همان کشور اونایی که رده بالا نشسته بودن مرافعت داشتن، زندگیشون خوب بود، میرفتن اینا، ولی ماها به قول یارو گفتنی از سواد از علم انسانی محروم بودیم. اینا کی بانیش بوده؟ همون زمان نظام شاهنشاهی. حتی با خود خانوادهش رضا شاه مخالف این بوده که دخترش بره کشور خارجی درس بخونه. با عقاید قومگرایی مذهبگرایی دخترش رو میگه نمیخواد درس بخونه، بره شوهر بکنه، ولی برای پسراش بود. یعنی این تبعیضا، این جور ستم بر از حد بالا اومده تا میرسه به قشر جامعه کارگری. پس بنابراین من مخالف اینم که کسی بخواد بگه من مثلا طرفدار اینم، بله شاه میاد شاه پرستان میان به قول یارو گفتنی صف مبارزات، اینا مبارزه نمیکنن برای آزادی مملکت، مبارزه میکنن برای به جا نشاندن بعد خودشون پدراشون خودشون به مسلک بنشینن و همون دابونریت و سنت رو دوباره تکرار بکنن. چون وقتی عرض کردم من میگم اگر یه آخوندی یا آدم روشن فکری بخواد مثلا اعتقادش بر این باشه، مثلا نمونه میذاریم، مثلا میگیم آقای کروبی اصلا کروبی رو ول کن، مثلا منتظری با این همه باز و تاب اگه اون به حکومت میرسید مگه چه غیر از این بود آخون بود؟ اون یه خورده ملایمتر بود. بس بنابراین ما این ملایمت و این من نمیدونم یه خورده کال باشه یه خورده خس باشه اینا رو نمیخوایم. من فارسیم خیلی چیز میکنه دود میکنه، باعث ببخشید اگه متوجه نمیشی. ولی بنابراین این جامعه ما کم رنگ، آره کال بله کم رنگ. بله بله جامعه ما امروزه اون آقای عزیز که پیشتر از آقای شمال صحبت کرد گفت عبدالحمید اینجوری، ولی خب من میپرسم این انسان اگه فردا به مرامش برسه، اگه فردا مثلا در آینده ایران این میتونه از اون لباسش، من نمیگم، ببین من میگم انسانیت بالاتر از هر چیزیه، دینم جای خودشو داره، من نمیتونم پدر بزرگم پدرم مادرم که نماز خونده اینا را بکشم، اینا را زیر تیغ بگذارم، ولی آزاد باشن. آزادی به معنای این که اون میتونه بره یک مثلا مسجدی برای خودش از جیب خودش درست بکنه، ولی دخالت در حکومت نکنه، دخالت در فرهنگ نکنه. یه بچه‌ای که میره مدرسه تو ایران الانشم وقتی پول ازش میگیرن برای ثبت نام، پدر و مادر پول نداره، خب
این چه سیستمیه؟ این چه قانون؟ من اون سیستم رو قبول ندارم و بهش میگن باید شما بیاید مثلا اون بچه‌ای که میره مثلا نیم ساعت یه رو تو حیات زمستون و تابستان سرود ملی یا سرود شاهنشاهی یا سرود اسلامی بخونه. بس بنابراین این ستمه، این تبعیضه. بنابراین من در این باورم اگه کسی احتیاج داره، مثلا کسی که خیلی به قول یارو گفتنی میخواد آزادی برای انسان ها، رفع ستم ملی، ستم فرنگی، ستم قومی از بین بره، ما باید شیخ و شاه را از هم جدا بکنیم. شیخ میره برای خودش یه نماز میخونه بخونه، کسی جلوش نمیگیره، ولی نیاد به من نوعی، حتی اگه پدرم باشه نیاد به من زور بگه اصلا. چرا مثلا من اینو میگم، یه شیخی چرا بیاد، یه پدری از پدر سالاره چرا بیاد من ختنه بکنه؟ مثلا میگم چرا من ختنه بکنه؟ اصلا از کجا اومده؟ مگه اون خدایی که اونو درست کرده مثل حیوانا؟ مگه حیوانا ختنه میشن، مریض میشن، چی میشن؟ ولی این میگه سنت اسلامی. مثلا نمیخوام نظام، الان من اگه سنت شدم، من خیلی از خودم بدم میاد، از پدرم بدم میاد، وقتی خودم بزرگ شدم با این همه تفکر. منظورم از همین لحظه که حرفی که سنت گفتم ختنه میگن تا حالا برسه به چیزهای دیگرش، نماز و زکات و روزه و بله دقیقا. آخوندی که میره مثلا فرض بفرما از تمام عمرش از آفتابا بزرگتر قدرتمندتر بر نداشته، من برم جلوی آفتاب، جلوی نمیدونم سرما، زمستون، تابستون زحمت بکشم بیام خمس زکاتش رو به اون بدم. ولی در کشور سکولار مثل دانمارک من میرم مثلا کار کردم مکانیکا، ساعتی 170 60 کرون، 56 7 کرون پول ابراهیم گرفتم. جان، چه سخن شما یکم از سخن شمل جان یکم گذشت. خیلی عذر سخن میخوام شمل جان اگه چیز زیاده دیگری روی بود. کردم، اگه زیاده روی نه کردم خواهش میکنم، نه توضیحات خوبیه، ولی سخن شمل درباره اتحاد میدونم، نیروهای من میدونم، متفاوت و میشناسم عمومی بود. ذاتا آقا شمالو میشناسم. من اینو مثلا بله، نمیخوام. که شاهی ها رو در نظر میگیره. من یه توضیح کوچولی بدم در خلال دو سه جمله. شمل جان ببین، ما نیروهای چپ، نیروهای دموکراتیک، امروز شرط اتحاد و سه شرط گذاشتیم. خب ما این شرط رو برای ایرانی ها میگذاریم دیگه. وقتی برای ایرانی ها میگذاریم دیگه شرط، ابراهیم جان ماکتون بازه، هم شما هم نیک روش عزیز، عرضم به حضورتون که ما امروز نیروهایی که ضد استبداد شاه و شیخ بودن، یعنی توی این 100 سال 103 سال از در واقع 1304 تا امروز رو حساب بکنیم، ما دچار استبداد بودیم دیگه. ما با یک استبداد بزرگ وحشتناک روبرو بودیم که اندکی کمتر از خمینی بوده. یعنی یک استبدادی که تمام نویسندگان، تمام مترجمین، تمام شاعران بزرگ، تمام متفکرین و نویسندگان همه زندان رفت، همه بلا استثنا. یعنی شما نمیتونید یه مترجم بزرگ، یک شاعر بزرگ، یک نویسنده بزرگ پیدا بکنید، یا اساتید دانشگاهی که علمی فکر میکردن که در زمان شاه زندان نرفتن، یا شما بجز دوره 2 ساله مصدق مجلسی پیدا بکنید که از روی انتخابات مردم بدون انتخاب شاه و علم نماینده باشه. ما در این 100 سال نمایندگی پارلمانی حزبی نداشتیم تو 100 سال و همه احزاب ممنوع بودن. نوشتن حتی گل ممنوع بوده، چون گل سرخی در زندان رفته، گل سرخ نباید بنویسید. مثلا کتاب های صمد بهرنگی رو باید قایمکی میخوندیم. استبدادی حاکم شد هنگامی که بختیار با 3 زبان، فرانسه، انگلیسی، تا حدودی عربی و فارسی، 4 زبان مسلط بود و 2 دانشنامه فلسفه و حقوق داشت، اونم از سوربن فرانسه. و خمینی ما نتونستیم تشخیص بدیم کیو برداریم. یعنی در اون حاکمیت اونقدر در تاریکی بودیم که نتونستیم تشخیص بدیم کی بهتره. اونقدر وحشتناک بود استبداد. دیگری این که
خاندان سلطنت یک خاندان بروکراسی غارتگر بود. یعنی 8 فرزندان رضاشاه با فرهنگ ملی بزرگ نشدن، با فرهنگ حجازی بزرگ، همه غلام رضا بودن. شما نمیتونی یکی از بچه های رضاشاه رو، مرد و پسرها رو پیدا بکنی که غلام نباشه. از خود رضا گرفته تا محمد رضا گرفته همه غلامان رضایند، یعنی ایرانی نیست. این به لحاظ فرهنگ ملی. به لحاظ غارتگری همه اینها فرزندان دارای قصر بود. مثلا قصر مروارید اشرف 11 هکتاره. 11 هکتار 11 هکتار فقط یک قصره، قصر مروارید. و همه این فرزندان دارای قصرهایی بودن، هم در خارج و هم در داخل. عموها، عمه ها، خاله ها، برادرها، همه. یعنی غارتگری بود. مثلا شما حساب بکنید در هر سال 10 میلیون دلار پول خرید تسلیحات بوده. 3% اون بین رئیس سفارش دهنده بوده با خود شاه. 3% 10 میلیون دلار هر سال. اینا غارتگری کردن و نهایتا رفتن و استبداد وحشتناکی که ما فقط 20,000 کشته برای اینکه آذربایجانی ها زبان خودشون رو سخن بگن، آذربایجانی ها حکومت محلی خودشون رو داشته باشن. کردها همینجور. قاضی محمد رهبر کردها تسلیم شد که مردم کشته نشن مثل آذربایجان، اعدام شد. سردار دوست محمد خان بلوچ اعدام شد. شیخ ازل اعدام شد. 400 افسر فقط. میدونید در یک کشور خاورمیانه یه متوسط سواد و خانواده های متوسط 400 افسر اعدام کردن یعنی چی؟ خیلی سخت. یا 9 نفر زندانی سیاسی که اعدام، زندانشون بریده شده. شما هر 9 نفر رو توی یه ماشین ببری بعد بگی که اینا فرار کردن. آقا اینا چجوری فرار کردن که هر 9 نفرشون با همه اهمیتی که داشتن با هم توی یه ماشین نشستن؟ آقا این چه حرفیه؟ شما اینا رو نشوندید و یه جا کشتید و بعد تهمت فرار هم براشون زدید. شما گل سرخی و مصدق رو میبرید تو دادگاه نظامی، نخست وزیر میلیون تظاهراتی مردمی دادگاه نظامی. همین فرزنده که الان شاهی های ما، همیهنان ما فریاد همکاریشو میزنن، 62 میلیون ضرب در 50 اون دوران رو داره گذرانی میکنه. دریای کارائیب میره. یک شب زندان نرفته. یک شب گرسنگی نکشیده. یعنی ما پس از این همه رنج ها ما رهبرانی داریم که زنش کشته شده، بچهش کشته شده، برادر دکترش کشته شده، خواهرش در زندان شکنجه شده، خودش مورد بمباران موشکی قرار گرفته. اعضای حزب دموکرات کردستان 2 بار، یک بار 50 نفر، یک بار 70 نفر، 4 رهبر سر بریده شده. رهبرانی که دکترا داشتن، کمتر از دکترا نداشتن. 4 رهبری سر بریده. اون وقت ما فرزند کسی رو که فرار کرده، یعنی دکتر صدیقی از جبهه ملی خون گریه کرد، اعلی حضرت نرو، این ملت بدبختن، ملت تو خیابونن، سرنوشت تلخی دارن، شما رئیس بزرگ کل ارتشداران هستی، اگه بری خراب میشه. گفت نه من میرم. من تو سخنرانیم گفتم که فساد بوده، ظلم بوده، مورد غارت و قتل قرار خواهم گرفت. رفت. اون وقت هم فرزند همونو دوباره بیاریم که امریکا و آلمان و فرانسه و انگلیس بگن که آقا ما در این اپوزیسیون اون مسلما اونو خواهند پذیرفت، به ما که نمیدن. ما همه چپ دموکراتیم، همه ملی دموکراتیم، همه مصدقی یا ملی دموکرات و یا چپیم. امریکا و فرانسه و انگلیس اگر ما شاهزاده رو با هم بکنیم، با خودمون بیاریم، اونا شبانه با اون تماس خواهند گرفت. ما دوباره میشیم دچار یک استبداد که به دنبال اعلی حضرت و اولیا حضرت بگردیم.
یعنی به لحاظ انسانی از هویت انسانی صرف نظر بکنیم. من جلوی شما بیستم و به شما بگم اعلی حضرت، یعنی من خاکستر، یعنی من به عنوان فلسفه هویت انسانی خودم رو زیر پا بگذارم برای کسی که میخوره در قصر و میخوابه مانند خوک پیرون فقط نواله خودشو میلیسه. چرا باید این کارو بکنه؟ یعنی واقعا شرطی داریم؟ به علاوه ما امروز چه نیازی به اونها داریم؟ ما همه ملت بلوچ، همه ملیت بلوچ شاه نمیخواد، همه ملیت کرد 7 میلیون 20 میلیون شاه نمیخواد، همه مردم آذربایجان شاه نمیخواد، همه مردم ترکمن‌صحرا شاهی نمیخواد، همه مردم عرب پادشاهی نمیخواد، همه توده‌ای های خراسان و کرمان و اصفهان و شیراز، همه مجاهدین کرمان و شیراز و تهران و اصفهان، همه دموکرات ها، همه ملی مصدقی های ایران، تهران، خراسان، شیراز، کرمان شاه نمیخواد. ما برای 4 تا شاهی صندلی از دست داده، حکومت از دست داده که عقده‌ای هستن و همینجا زنش میگه مجاهد و فدایی توده ای بشن، مگه مغز خر خوردیم؟ عزیز من شاملی جان، یکم به اینها فکر کن. بعد کسی که یک ورشکسته کامل سیاسی است، یعنی کنگره ملی درست کرد بدون احزاب شکست خورد. جورج تاون در آمریکا درست کرد با فوتبالیستا و هنرپیشه ها، 2 تا آدم حزبی باش نبود، تازه یه مهتدی هم نرفت کنارش بشینه، از بیرون گفت من هستم. یعنی شما همچون کسی رو میخوای بیاری تو لیدرشپ یک ملت 80 میلیونی که 100 سال با 10 حزب واقعا دموکرات و مردمی که از کشته ها پشته ساختن، دوباره خاندانی رو بیارید که لگدمال کرده همه چیز رو. چرا باید این کارو بکنید؟ سپاسگزارم ازت، ببخشید طولانی شد. بفرمایید شمالی جان. عالی عالی، درود. من با اجازهتون دیگه صحبت رو مرخص میشم. نه نرو بله نرو سپاسگزارم، مواظب سلامتی خودت نیکروز باش. جان خدا نرو نگهدار. فدات بشم من اتوانم چند دقیقه دیگه بیم، بس به چای خودم درمان کنم. به قربان. بله شما 3 خزر نفر با هم گرم. کردی الان سخن بگید با زبان کردیتون، بفرمایید. خوب نه به بقیه اگه متوجه نمیشن و بقیه نه میتونیم متوجه کردی بشن هم ولی نه نه فارسی هم نه نه ترجمه کنیم، نه مشکلی بفرم، راحت نیست. باشین، راحت خیلی باشین، راحت آه. باشین. خب سر کن دوستان ابي بارو دوخي امرو ام تشخيص بدين ايا بيتان وايا لداهاتوي ايران خودي الرزا اگر بيكي تسامبليك وتواو هيكلي بقري تطلع بيوي لإيران داينة حواداري هيا نه ايا دوباره مردمي ايران اكونوشون او بارو دوخا نه ايا زماني 57 روشن نیک روشن یک دقیقه آیا دوباره 57 دوباره تکرار اویتەوە ئایا مردمی ئێستای ئێران هەر مردمی 57-ن ئایا اتحاد ئەگەر پێک بێت ئالتەرناتیڤ ئەگەر پێک بێت تەوەجۆکەن من وتم عدەم اختلافات یا عدەم لەسەر ئەوە کە لەسەر ئازادی و دموکراسی ئەگەر اختلافاتێک هەیە لەگەڵ ملیگرا سەرتەنە تەڵەب هەر شخصێک و معتقدة بدوار روج إيران ومعتقدة بآزادي وديمقراطي أتواني لقلتو اتحادك بيك بينت بلان بشرتك أو باي قرارداد إمزاكات عدم تفاهم لچه نکتهکا لچه باردوخکا لسر چه پروگرامی لچه سر مواد و تبصريك تو عدم تفاهم تيا او ابي قيد كريت تو لقر رزا هیچ هەماهەنگی نییە بەیەکەوە ڕابردووی 50 ساڵ ڕژیمە پەهلەویش ئەوەیە ثابت کردە بە مردم ئێران کە ئەوان خاهانە بروکراتیکن ئیسە لە تای 43 ساڵە بڕێ تەغیرات کراوە ئەم سوکلارە ئەویش بەخاتر مانەوەی یابوونی کومارە ئیسلامی هاوردی بە بەندەکانی خۆی ئیزافە کردە باشا سوکولاری بروکراتیک ئایا مردم خیابان ئەمڕۆ متەقەدن بەوە پس بنابراین ئەگەر ئالتەرناتیڤێک حتا مستەقیم تا کوڕی ڕەزا پێک بێت کوڕی ڕەزا هیچ شانسێکی بوو برد نییە
تو فقط بر تبلیغاتی کردگە فقط شەتداونی کردگە فقط بەر دەمیت کردگە کە لەوە زیاتر تەبلیغاتی فاشیست گرایانەی یا ئەو باید و شایەتە بروکراتیکی خۆی نەکات ئەوە جامعەی ئێرانە ئیمڕۆ لە حاڵ حازرا ئەبێ باستابێک بازنەگەریک لە خۆمانە ئیجاد بکەین بۆ داهاتووی ئێران اختلافات ئەو نەزەری منەکە ڕەزا و کوڕی ڕەزا و خانەدان و پهلەوی ناتانە قدرەت بگرن لە ئێرانە و ئەوە پرۆگرامی منە کە وا ئەیژم وا لێو دفاعەکەم کە ڕۆشن نیکڕۆش و ئایدا دیاری زۆر باشی شڕیان کرد بۆ مەطلبە بەڵام ئەوە بیر و بڕوای منە بیر و بڕوای ئەویش بوو خۆی ئایا لە ڕژیم ئازادە لە ڕژیمێک دموکراتە لە دوا ڕژی ئێرانە ئەگەر سەرتان تەڵەب هەواداری بێت دەمی داخی یا زندان یەکی یایی کوژیت ئەگەر متەقید بی بە ئازادی هیچ کامی لەوانە ناکەی ئەگەر متەقید بی بە نابودیان خۆ هەناکە هەرەوەسە پرۆگرام بچوونەکەی ئێمەش هەرەوەسە ڕژیمی شا هەروای کردگە خۆمێنی هەروای کردە ئێمە چیمان کردگە پس ئەو ئازادی و دموکراسی وا لێو قساکەین کواچی لێ هات کاک ئەبراهیم پس ئێمە لە مەرحەلێ ئەوڵاوە ترس لە ئازادیە کە من پانەوام بە دیگەران دارای هەر عقیدە و مرامێک بێت گیان بە قوربان ئازادیش سنووری هەیە من 15 نیکڕۆژیان ئەگەر ئەزم بدەیت ئەوەیە کە من کورت بێ سەوتێ هەوڕێن کورت بێ بۆ حرمەت بە خەڵکی دیکە کە گوێگرن بە قوربان بن دەنگی تو نایە بە قوربان ئزنم هەیە بەداخەوە بەهۆی لایەوە ئەتەرنێت زۆر خراپە دەنگت نایە دەنگت زۆر قوتە وصل دەبێ شروع نەمیشنەویم متاسفانێ نییە ئازادی نیکڕۆژگەن ئازادی بە سنوورە ئەوە ئازادی سنووری ئەو جملە تەواوکە من بەسەر چاو قەزەلی گیانم فەرمو قوربانی تو بم بە قوربان ببینە نا ئازادی بە سنووری ئازادی سنووریشی هەیە ببوورە لایەوە ئەتەرنێت باش نییە تێدەگەم براکەم تێدەگەم هەمە دەرەوە تەکەم باش بۆ دوای قساکەم باشە ئازادی بێ سنوور نییە بە قوربان ئازادی ئەو کاتەی سنووری ئازادی ئەوەیە کاتێک ئازادی من جێگر بێ ئەبێ ئازادی جنابش جێگر بێ بەس لەگەڵی فاشیستا ناتوانیت و خاوەنی یەک پەیمان بی ئەوەی فاشیست هەرگز مافی تو ڕایەت ناکە بە قسە کاتێکە دەسەڵاتدار نەبێ ئەتوانی خۆی بە شتێک مەژول بکە بەس ئەو زێهنیەتی ڕەزاشا و کوڕەکەی و ئێستا نەوەکەی هەر ئەو زێهنیەتی خومینی و خامنەی و بڵێن سەرکومارەکەی ئێستەیە و ڕوحانی و ئێستش بڵێن سەرکوماری ناوی نازانم لەبیرم چوو زێنیت ئەوەیە زێنیت یەک خوا یەک ڕابەر یەک بیرمەندی دەگەی نابێ بە قسە ئەوێ بە کردار ئینسان تەواشاکە من خۆم 15 لە زندانی ژاندەرمەکانی شابووم 7 ساڵ لە زندانی خومینی بووم 85 لە سەدیش چاوانم لە شکنجا چوو بە جەستەشم پڕ لە زامی هەرو کاتەیە ئێستش بەهۆی قەزاکەم کردووە 102 یا 103 چاوانم زیاتر نبینێ بە قوربانیت و مەبەسمەوەیە کەس ڕەحم بە من نەکا بڵێ ئەی بە قوربانیت بم مەسلەکەەوە نییە 25 ساڵیشە خزمەتی مرۆڤەکان دەکەم هەموو کوردەکانی چوار بەشی کوردستان و تاجیکستان و ئەفغانستان و هەموو ئێرانیکان تێگەی وەکو وەرگێرێکی زمانی فەرانسا
ئینسانێکی زانایش خۆم نابینم، ئینسانێک هەر ئەوەندە دەبینم بە ئەوە رازەکە دەزانم، هەرچێ دەزانم هەر کەم دەزانم، بەس هەموو شتەکان سنوورێکی تایبەتی خۆی هەیە. ئەوەی کە مافی تو لە ئەمەڵا قبول نەکا، یعنی لە نەڵێ تو مافی بەرامبەری من هەیە، وەکو نەتەوەیک، وەکو زمانێک، وەکو ژیانێک، وەکو بیرێک، وەکو ڕامانێک هەستی تو هەیە، ئەوە بیرمەندێکی فاشیستیە کە تێ بڵێ هەموو شتێک یەک خوا و یەک زمان و یەک ڕابەرایەتی. ئەوی شاپەرستەکان ئسپاتیان کردووە، ئێمە بەدیان جا تەقیبمان کردوتەوە، یعنی ئازادی بێ سنوور نییە، ئازادی ئەو کات سنووری خۆی هەیە کە ئازادی بیر و ڕامان و ماف و ژیانی هەموو کەس لە هەردوو لایەوە قبول بکرێت. تێگەی ئەوە شکل نییە لە لای ذهنیەتی شاپەرستی یا لە ذهنیەتی ئیسلامی دەسەڵاتداری ئێرانە لە ماوەی نزیک بە 100 ساڵە نەبووە کە تا ئێستا هەبێت. تێگەی بەڵێ منیش بڕوان بە جنابەت هەیە ئازادی شتێکی زۆر بەقیمەتە، نابێ ئازادی مرۆڤەکان جانە زۆر گرنگن بە بڕوای منش، بەس ئەبێ بە سنووری خۆیەوە. تێگەی بە زۆر دقتکردەوە مەسلە ئێمە ئەبێ ساف نەبین، مێژووی داگیکەران، مێژووی فاشیستەکانی داگیکەر بخوێننەوە، ئەو کاتە بتوانین لە سەریا بە باشی تحلیلێکی سیاسی جوان دەربخین. تێگەی مەسلەکەویە. ئەگەر ئەزنە پێ بدە بە فارسی ببین دوستاما بێشون تۆزی دارە ببین ئازادی. آقای نیکروش با اجازهتون من بی‌تربیتی نشون میخواستم بگم امشب و دیگه من خستم، جاتون میذارم، یه موقع گفتم خداحافظی بکنم بی حرمتی شب بخیر و قربان، شبکی شاد. تشکر. برای ایشون بله، توضیح شب دادم بدین خوش. آزادی بدون مرز نیست. آزادی تو زبان فرانسه ما یه جمله میگیم آزادی یک مرزی داره، زمانی که آزادی متقابل تأمین بشه. کسی که اعتقاد به آزادی داره در واقع تمام آزادی تو رو میپذیره در هر زمینه‌های اجتماعی، فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی. وقتی اینها رعایت بشه اونجا که دیگه بحثی نیست، یعنی تو در مقابل یک انسان دموکرات، در مقابل یک انسان آزاد اندیش قرار داری. ولی ما اینو در 98 نزدیک 100 سال اخیر نداشتیم. در مقابل دو رژیم شاه و شیخ چیزی به این مفهوم وجود نداشته. رژیم شاه و شیخ دارای یک ذهنیتی هستند بر بنیاد منفردگرایی، همه چیز رو در انفراد میبینن. یک خدا، یک شاه، یک شیخ، یک ایدئولوژی، یک فرهنگ، یک زبان، این همه چیز در تکاندیشی. خب این دیگه خود به خود سد راه دگراندیشی و سد راه تکثرگرایی و دگراندیشی و اندیشه های متفاوت، فرهنگ های متفاوت، آزادی های متفاوت، برداشت های متفاوت، فلاسفه متفاوت، دیدگاه های متفاوت، ایدئولوژی های متفاوت رو میگیره خود به خود. خب این خود به خود تمام ایدئولوژی هایی که دارای افراطگرایی منفرد هستند که یا توتالیتر مطلقاً یا فاشیست. آره، چون اکثر تفکرات در واقع مطلق گرا بر بنیاد یک اراده مشخص خاص یا به توتالیتاریسم می انجامه و گاهی هم یک گام فراتر به فاشیسم راه میبره. اینو ما داشتیم در واقع در 100 سال اخیر. بله، خب دقیقا. ماها نمیتونیم در مقابل یک بینش و یک ذهنیتی که در واقع در 98 سال 99 سال گذشته تا به امروز اینو تبلیغ کرده بتونیم خب به هر حال اونم بیا شریک ما بشه، در حالی که قاتل دیگر اندیشی، دیگر فکری، دیگر فلسفه و دیگر بینش های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و هویت های اجتماعی. خب نمیشه، این مسئله آب و آتشه. بله، در مقابل دقیقا. فاشیسم تو نمیتونی همسو و همجبهه بشی. این توضیح بود که من ایشون دادم. البته مرسی، ایشون گفتن مرسی جناب رضا خسته در مایک هستم میزنه. باید برم. آره، سپاسگزار، مرسی.
خیلی منم باید از ممنون. خدمت مرخص بشم، باید الان برم هم قرص ما بخورم، هم سپاسگزارم. قطره چشمو مرسی. بعدم آره، مواظب خودت باش، مواظب چشما باش، مواظب سلامتی باش. رضا جون بفرمایید، خواهش میکنم. من ممنون. من به علاقه دارم چند تا پرسش در رابطه با این خیزش واقعا بیمثال که ملت بلوچ دارن ادامه میدن مطرح کنم. خب بفرما، من خواهش آقای میکنم. مهمم اینجا میبینم. سوالم اینه که به راستی در این خیزشی که دوباره امروز نه تنها ملت بلوچ بلکه جامعه ایران تجربه کرد، نیروهای پیشرو آقای عزیز، احزاب سیاسی بلوچ تا چه اندازه میدونن در ادامه این خیزش مؤثر باشن؟ همونطوری که ما الان در کردستان میبینیم، مثلا به مناسبت سالگرد قتل ژینا امینی، احزاب کردستانی یک دونه بیانیه دادن. من اگر اشتباه گفتم شماها که اطلاعاتتون بیشتره لطفا تصحیح کنید. اطلاعیهشون این بود که ما این بار میریم به پیشواز اعتصاب و دیدیم که در 25 شهریور حقیقتا در کردستان ایران اعتصاب عمومی شد و تمام برنامه‌های این رژیم جنایتکار نقش بر آب که ظاهراً برنامه یک قتل عام عمومی داشتن، اینجور که از نقل و انتقال نیروهاشون پیدا بود. میخوام از این صحبت این نتیجه رو بگیرم که احزاب کردستانی به درستی نشون دادن که دارای یک پایگاه اجتماعی هستند و تا حدودی در متن به اصطلاح ملت کرد نفوذ دارن. حالا پرسش اینه که احزاب بلوچ تا چه اندازه در رهبری این خیزش میدونن سهیم باشن یا در هدایت و مدیریت این اعتراضات مداوم به راستی چه نقشی دارن؟ ما الان میبینیم که مسجد مکی به هر حال مولوی ها نقش بازی میکنن. مولوی احمد، نگاه کنین اینجا به نظر من هرچه احزاب مترقی و پیشرو ملت بلوچ حضور کمرنگتری داشته باشه، به نظر من در جهتگیری ها و در شعارها و در حتی رهبری به اصطلاح این خیزش میدونه صدمه وارد. خیلی علاقه دارم آقای عزیز شما اظهار نظر کنین، آقای مهمم اینجا هست، که به راستی این خیزش و ادامه این باعث نشده که احزاب بلوچستانی بدونن مثلا با هم یک همراهی بکنن تا بدونن در میدان دستشون بازتر باشه و حضور فعالتری داشته باشن. بفرمایین، با جان و دل گوش. بله، پرسش خیلی مهمیه. پرسشی است که در واقع هر آدم سیاسی در کشور ایران با توجه به نقشی که روشنفکران بلوچ در بهمن داشتن و نزدیک به 100 نفر کشته دادن، اعدام نیروی سیاسی. خب این پرسشی است که این جامعه اونقدر هم دور از ذهنیت سیاسی نیست و روشنفکران ایران در بهمن وکیل داشتن، یعنی کاندیدا داشتن و کاندیداشون برنده شده. کاندیدای روشنفکران حتی در مقابل علما هم برنده شد، با رأی بیشتر آورد. هرچند که همه اعدام شد. اکثر قریب به اتفاقشون نیروهای سیاسی رو
ملا از اونجایی که همه رو یک دست چپ و دموکرات میدید همه رو کشت بلا استثنا، بلا استثنای اونایی که متواری شدن و تونستن جانشون رو به در ببرن که امروز در اروپا و خارج از کشور دارای دو سه تا سازمان سیاسی خارج از کشوری هست. اما در داخل شما اینو بدونید که رهبری مسجد مکی فقط دست دین نیست. اینو حتما باید پشت گوش خودتون نیروهای سیاسی ایران رقم بزنن که گفتار یک مولوی بلوچ در بلوچستان که آثاری ادبی اجتماعی مانند سید قطب، مانند محمد قطب، مانند مودودی نداره، مانند عزالدین حسینی هم تقریبا نیست، اما یک بلوچ وفادار به مردمشه و هر از گاهی در اینجا و اونجا با پشتوانه قومی خودش، با پشتوانه ملی مردم خودش ایستاده و بدون تانک، بدون توپ، بدون مسلسل در مقابل یک پهلوانی که دارای 600,000 سرباز، گردنی افراشته، چندین سپاه، قدرت‌های مالی است، یک تنه 1 سال حل مبارزی روی رینگ سیاسی میکنه. تو بدو من میدوم و اون نمیتونه پشتشو به زمین بزنه. خب این حتما، این فرد حتما یک پشتوانه داره و این پشتوانه 100% فقط نمازگزاران یک مسجد نیستن. 100% نیروهای سیاسی بلوچ که امروز یک رقم 30,000 رو در اختیار دارن با این پیشوای دینیشون همکاری مشترک دارن. این شعارهای عمومی جناب عبدالحمید اسماعیل زئی با تأکید بر اینکه آقایون ملایان ایران سیاست را به سیاستمداران، به دانشگاهیان وادارید، این کار ما نیست، تأکیدی بر همین امره که نیروهای سیاسی دوشا دوشه این فرد در واقع ایستاده و خوش سخنگو ایستادن و همراهن. نقش احزاب و سازمان‌های سیاسی خارج از کشور اونقدر نیست، برای اینکه با توده هاشون در داخل کشور در اون فضا، شما تصور بکن که من هنگامی که به آقای بداقی گفتم جناب بداقی شما چگونه این معلمین رو در کردستان دارید، همکاری میکنن، ولی در بلوچستان که گرسنه ترن، معلمان ضعیفترن به لحاظ اقتصادی، به لحاظ حتی استخدام در بین تضاد بین زابلی ها، سیستانی ها و بلوچ ها یک تضاد آنچنانی هم دارن، ولی جنبش معلمین در بلوچستان هیچ انعکاسی نداره. گفت عزیز بلوچ ها اگر مبارزه صنفی هم بکنن اونم در بلوچستان که هیچ آثار حزبی همکنون در داخل نیست، اولین تهمتش اینه که تو تجزیه طلبی. لذا بلوچ ها حتی در دفاع از مقاصد صنفیشون هم عاجزن. یعنی براتون عرض کردم که یکی از شاعران بزرگ ما اومده بود نام 60 تا 70 تا شهداشو نمیدونه و این شاعر پرقدرتی بود، یعنی بزرگترین شاعر پارسیگوی جغرافیای سیاسی بلوچستان بود، نمیدونست هیچ کدومشون. اونقدر خفقان رو برده بالا با اون اعدام ها، خانواده ها رو از بچه ها جدا کرده اگه سیاسی بشن. اما با وجود این جنبش سیاسی که همکنون در مسجد مکی است، شما به دور از نیروهای سیاسی ندونید این روش همکنون الان در خارج از کشور، فردا مثلا در استکهلم بلوچ هایی که این تظاهرات رو گذاشتن یا در لندن احزاب و سازمان های سیاسی هم.
فردا در استکهلم در بزرگترین میدان بلوچ‌ها تظاهرات دارن. در لندن همچنین احزاب سیاسی نقش خودشونو دارن و این جنبشو 100% همینجور که داره میره خوشبختانه امروز مهرشو زد که پس از 1 سال روشنایی این چراغو جناب عبدالحمید با این جمله که شما صفتون رو نگه دارید، با این جمله نگفت در تظاهرات، نام کلمه در تظاهرات رو نگفت، ولی وقتی گفت شما صفتون رو خودتون نگه دارید، خودتون حفظش بکنید، شعارهای مرگ ندهید، یعنی شما بعد از سخنرانی من میرید تظاهرات، یعنی مهر و کوبید که این جمعه های خونین خاموش نخواهد شد. و دیدیم که پاسداران ملا هم فهمیدن و همه صفها رو هدایت کردن به یک خیابان و خیابان بستن و بعد شعارها رو که دیدن دیگه طاقت نیاوردن شروع کردن تیراندازی. لذا این جنبش سیاسی شده و زبان آقای عبدالحمید اسماعیل زی هم همیشه من کمتر با مولوی خطاب میکنم ایشونو، برای که من ایشونو یک رهبر سیاسی بلوچ میدونم تا یک ملا یک مولوی. یعنی اون بیشتر به سنت های قومی بلوچی خودش متمرکز شده و جغرافیای سیاسی ایران. و تأکید آخرش اگر دقت کردی چقدر زاویه دار گفت آقا ما ایرانی هستیم و کشورمون ایران دوسته، لذا این مبارزه توأمانه، خاطر جمع باشه. بفرمایید، خواهش میکنم. من یه پرسش دیگرم مطرح کنم اگر ممکنه شما توضیح بدین که بیشتر من آشنا بشم. آقای دادیار، به نظر شما در ادامه این خیزش در میان ملت بلوچ ما شاهد خواهیم بود که صدها و هزاران زن آگاه و جسور بلوچ هم در این اعتراضات شرکت بکنن؟ چون امروز من یکی از فیلم ها رو که نگاه می کردم تعدادی از زنان آگاه بلوچ هم دیدم که در اعتراض شرکت کردن. خیلی علاقه دارم در این مورد صحبت بکنین، چون نیمی از جامعه به اسلام، نیمی از ملت بلوچ خب زنان این ملتن و هرچه زنان گسترده تر در این اعتراض ها باشن، حدس میزنم تحکیم این روند خیزشی 100 برابر خواهد بود و 100 البته خلاقیت ها، 100 البته پیشروی ها، همونطور که ما دیدیم در دیوار نویسی ها در زاهدان و دیگر شهرهای مثلا که بلوچ ها ساکنین اصلی اون هستن. مثلا من فیلمایی دیدم که زنان بلوچ دارن دیوار نویسی میکنن. اگر ممکنه یه مقدار در رابطه با ترکیب اجتماعی این به اصطلاح خیزش هم صحبت بکنین. آیا این ممکنه که در گام های بعدی زنان حضور جدیتری داشته باشن و این حضورشان یعنی وابسته به چه عواملی هست؟ یعنی چه عواملی باعث خواهد شد که زنان حضور بیشتری پیدا کنند و سنت ها در اون منطقه به چه صورته؟ مثلا ما میبینیم که در مثلا استان در میان کردهای خودمون در استان کردستان، سقز قبل از آغاز قیام خیزش زن زندگی آزادی، سقز و مریوان بزرگترین اعتراضی که کردن، زنا اکثریت در اون اعتراض داشتن. یا حتی راهپیمایی 20 و چند هزار نفری مردم سنندج به طرف به اصطلاح آرامستان اون شهر که در همین خیزش ما مشاهده کردیم، فکر کنم اواخر مهر ماه بود اگر اشتباه نکنم سال قبل، زنان دارای اکثریت قابل توجهی بودن. لطفا یه مقدار در رابطه با مسئله به اصطلاح حضور اجتماعی و سیاسی زنان بلوچ در این خیزش اگر ممکنه توضیح بدین یا عوامل بازدارنده. ممنون. بله، سپاسگزارم. ببین، وضعیت زنان بلوچ شرکت کردنشون در تظاهرات
بستگی به یک نفسکش داره، یک فضای نفسکش یک هفته، نه بیشتر. ماه به درازا نمیکشه. شما یک هفته فضای سیاسی ایران و بلوچستان اونقدر تغییر بده که پاسدارها نتونن راه بیفتن برای دستگیری در تظاهرات. پاسدارها در حال، مثلا حکومت در حال اضمحلال، کنترل، تعقیب سپاه به صورت قرق کردن خیابون ها نیست. مردم میتونن فضای گوته رو در نظر بگیرید. هنوز شاه هست، همه چیز هست. فضای اولی سخنرانی های مجلس رو در نظر بگیر، یک همچون فضایی باز باشه. این 30,000 40,000 تحصیل کرده، حداقل 15,000شون زن دارن، زن و بچه دارن، دخترای بزرگ دارن. 100% شما بدون که اینا تو خیابونن. با توجه به اینکه فرهنگ بلوچی در زمان پیش از ملاها و ستری بودن و راه یافتن مساجد در بلوچستان، راه یافتن ملاییت زیاد حوزه‌ای در بلوچستان، بلوچ ها تازه مذهب شدن. در واقع بلوچ هایی که اصلا کاری به مذهب نداشتن، اصلا فقط در واقع خدا بود. و شما میدونید که یعنی پیش از انقلاب بهمن، پیش از سال 1340 ما مولوی مفتی بلوچ نداشتیم. شما تصور کن دیگه، 1140-45 پیش از اینکه مولوی عبدالعزیز در زاهدان بیاد، عموی همین مولوی، ما در سرحد همین منطقه‌ای که مولوی عبدالحمید هست مولای سرحدی نداشتیم. زاهدان خاش مولوی نداشتیم اصلا. در سراوان داشتیم، در ایران شهر داشتیم، در مناطق روستایی بلوچ های دامدار کد خدا بودن. زنها ستری که خونه بنشینن بیرون نیان کار نکنن، فقط 3 گروه داشتیم: خوانین قلعه، زن شخص مولوی و یا یک تاجر بازرگان. فقط بقیه زنان ما آزاد، یه روسری ساده که گاهنم افتاده در برای کار. و فرهنگ بلوچی، زنان سروده ها دارند که زنان فرماندهی کردند، فرماندهی لشکر بودن و برای نامزدهای خودشون که از شکار می اومدن تحفه می بردن پیشکش. آزاد بوده. با توجه به چنین فرهنگی، روشنفکران در همون تبلیغات نخستین ملی همه زنها رو خواهند کشوند. یک هفته، فقط یک هفته فضای گوته و فضای سخنرانی های مجلس، اون فضای ایران که هنوز حکومت هست ولی میتونن سخنرانی بکنن، میتونن بیان بیرون، کار تمامه. ما با اولین نشانه اعلام یک حزب سیاسی صفها جدا خواهد شد. 100% صف مولوی با صف نیروهای ملی جدا خواهد. 100%. نه اینکه دشمن هم خواهند بود، نه، در کنار هم تا جایی خواهند بود، تا جاهایی بلکه خواهند بود. اما با اعلام نخستین حزب داخلی و نخستین سخنرانی حزبی در بلوچستان، مسئله شرکت برابر زنان بلوچ با مردانشون حتمی است. فرهنگ بلوچ اینجوریه. امیدوارم که شما رو در فضای بلوچستان قرار داده باشه. ممنون، سپاس، تشکر از این توضیحات، به ویژه اون جنبه تاریخی به اصطلاح که خانه‌ها به صورت سنت‌های اجتماعی در اومده. من امیدوارم که این ادامه خیزش ملت بلوچ در همین هفته‌ها و ماه‌های جاری گسترده‌تر و ما به عنوان حامیان این روند خیزشی و روند جنبشی جامعه بدونیم در دنیای مجازی لااقل سهمی هرچند
به اندازه یک قطره‌ای داشته باشیم در تا اطلاع رسانی و بدونیم انعکاس بدیم. و شخصا من امیدوارم که در گام‌های آتی زنان به طور به اصطلاح جسورانه همپای مردان و پسران در این خیزش ها باشند، چون حضور زنان در اعتراضات، یعنی در خیزش ها و اعتراضات، میدونه به اصطلاح دستاوردهای تاریخی و تاریخ ساز داشته باشه در حتی پسا جمهوری اسلامی. ممنون، سپاس. بله، نه خواهش میکنم. نه، زنان بلوچ، رضا جان، زنان بلوچ شخصیت هایی دارند که همه زنهای بلوچ حفظن. مثلا گوهر و سمی، یا زنهایی در عشق و عاشقی مانند لیلی و مجنون و منیژه، مانند هانی و ارزم به حضورتون که گراناز و صدو در عشق، و زنهایی در قهرمان مانند بانلی و گوهر و سمی. اینها زنهایی هستند که زنهای بلوچ شخصیتشون حفظن، که در حد سرداران، در سطح قهرمانان و در سطح عشق دارای اشعار. مثلا عشق هانی فقط 70 تا شعر داره که هر شعری مثلا 150-300 بنده. یا مثلا گوهر در حد یک سرداره که سرداران جلوش کرنش میکردن. یا خواهر میرزا شمشیر در همین زمان، یا مادر میرقنبر، ناجی ملی مردم بلوچه. اینه که زنها همه اینا رو حفظن. فقط یک فضا میخواد که نسل جوان رو با اینها آشناتر از این بکنیم که در ذهنشون هست که نقششون چی بوده. و این دنیای مدرنی که ما امروز فرماندار زن داریم، شهردار زن داریم، چی خواهد شد؟ قوقا خواهد شد، به قول میدم. به علاوه بازگشت نسلی از نیروهای سیاسی که امروز حزبیان هم در نظر بگیر. امروز حزب مردم بلوچستان ایران در خارج از کشور بهترین فرزندان باقی مانده سیاسی رو دور خودش داره. جبهه متحد هست، نیروهای دیگه هستند که فدرالیستن، بعضیا هم در راه فدرالیستن. اینه که اینها همه هستن و سوگند خورده مردم خودشون هستن. همین آقای مهم که اینجا، دیگران همه این نقشای خیلی خوب دارن و اینا ماندگار سوئد و اروپا نیستن. اینها در اولین خیزش به مردمشون خواهند پیوست. یعنی من فکر نمی کنم کسی از ما ماندگار باشه در اروپا، هیچ کدوم از بچهای بلوچ. من بهت قول میدم همه رفتنی هست، همه. قول میدم به اینهایی که البته تو احزابن، اونایی که به قول خود بلوچ ها جنه جود و چوکانی پتن، نه، که همسر زنانشون و بابای فرزندانشون نه. ولی اونایی که حزبیان همه خواهند رفت و آن خواهد شد که میخواستی. سپاسگزارم. خب دوستان، اگر سخنی ویژه نباشه رومو به بند میکشیم و شب خوش میگیم تا شبی دیگر که شهرو جان و دوستان دیگر کمک بکنن و باشن در روم و ببینیم که شنبه چه خواهد شد در اروپا برای شنبه خونین که جمعه خونین که تظاهرات ها اعلام شده. امیدواریم که همه ایرانیان شرکت بکنن برای این جمعه خونین که بلوچ ها گرفتن. و همینجور که جناب عبدالحمیدم سپاسگزاریش جالب بود از نیروهای خارج از کشور در حمایت از ما. یعنی سید علی این ادامه دارد هم در خارج از کشور و هم در داخل. خیلی قشنگ بود. آقای آن شد که دکتر، آن اگر میخواستیم. خلاصه ممکن رضا جان، شد عذرخواهی میکنم فردا شب اتاقی دایر کنین در رابطه با این به اصطلاح اعتراضات و یا انعکاس اعتراضات و حمایت نیروهای خارج تو استکهلم و برلین و چند شهر دیگه تظاهرات هست. اینه که فردا شب اتاقی دایر باشه در رابطه با همین تظاهرات ها. حتما به شرطی که خودت باشی.
به ببین یه شرطی که چیز خودت باشی یک ربع ساعت اولشو خودت بنیان بذاری. چشم حتما میام. مرسی. سپاسگزارم. پس همه تو نمیبینم. هما جان شاید سخن بگیم. من نمیبینم امشب. چرا همای من مریوان و مریوان جان بفرما. ببخشید من کاغ عزیز ایرادی نداره، اگه خسته هستید منم صحبت میذارم برای نه فردا. عزیز من، نه چی خستم، نه بفرما. به هر حال درود میفرستم به همه عزیزانی که در روم تشریف دارن و درود میفرستم به عزیزانی که صدای ما را دارن و از طریق تریبون شما سر تعظیم و پایین میارم در برابر جان باختگان راه آزادی در سرتاسر ایران، علل خصوص جان باختگان جمعه خونین در زاهدان عزیز و بلوچستان گرامی. این روز رو گرامی می‌داریم. رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی باید اینو بفهمه که با پادگانی کردن زاهدان و با پادگانی کردن بلوچستان نمیتونه جلو خلق مبارز ما را بگیره در بلوچستان عزیز. در تاریخ مبارزات ملت ایران و ملت بلوچستان، روز جمعه خونین یک تاریخ خواهد بود، یک استارت خواهد بود که این رژیم باید بفهمه اون استارت آخرش سقوط جمهوری اسلامی خواهد. این رژیم باید بدونه با چنگ و دندان نمیتونه حقوقی رو که حق شرعی هر ملتی از ازش بگیره. این مبارزه ادامه خواهد داشت. کاغ عزیز، من متاسفانه دیر اومدم و نمیدونستم که بحث شما چی بوده، بنابراین نمیخوام بیشتر ادامه بدم، ولی با پادگانی کردن زاهدان با چنگ و دندان با آتش و گلوله نمیتونن جلوی ملت قهرمان بلوچ رو بگیرن. ما به آزادی خواهیم رسید اگه تمام قدرت های جهانی به رژیم تروریست جمهوری اسلامی در حال حاضر دارن کمک میکنن. ما در کنار همدیگر خواهیم توانست این رژیم جنایتکار رو زمین بزنیم. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. مرگ بر جمهوری اسلامی. درود میفرستم به روان پاک جان باختگان جمعه. اما عزیز شما بفرمایید. من تموم شد. فکر میکنم لحظاتی آقای دادیار نیست. ممنون از شما، تشکر. من امیدوارم که این سلسله بحث ها در رابطه با این خیزشی که همچنان ادامه داره یک نمونه و الگویی بری روند خیزشی و تمامی جامعه ایران شده و ملت بلوچ با این خیزشش و این حقیقتا این هزینه‌ای که داره میده ولی همچنان ایستادگی داره میکنه، همین به نظر من همچون روشن نگه داشتن آتش فروزان این روند خیزشیه که دوباره بخش‌های دیگه جامعه ایران از کردستان تا ایلام، از ایلام تا استانهای مرکزی و شمال ایران، حتی تا استانهای نمیدونم دیگر بخش‌های سرزمین بزرگمون بدون جامعه ایران چنان خیزشی سراسری برپا بکنه تا دودمان این حکومت مافیایی از میان برداره. به نظر من این روند خیزشی در خود میان ملت بلوچ داره عمیق و گسترده میشه و جزء نمونه‌های عالی است که یک سال مداوم به رغم این همه سرکوب، این همه تهدید، این همه فشار، یک ملت از پانه نشسته و واقعا همین نکته‌ای که شما گفتین دوست بزرگوار، باید سر تعظیم فرود آورد به این ملت، به این جانفشانان که جان خودشون رو هدیه کردن و تلاش کردن که از پای نیستن. به ویژه
امروز موقعی که ما به فیلم ها نگاه میکنیم میبینیم جو حقیقتا امنیتی کردن، حقیقتا حکومت نظامی بوده. من یک مطلبی خوندم در 70 نقطه شهر زاهدان ایست بازرسی برقرار کرده بودند، ولی همچنان دیدیم این سالگرد 8 مهر، کشتار خونین ملت بلوچ، این مردم آزاده و آگاه با ایستادگی خودشون نشون دادن که در مقابل این حکومت ایستادن و خواهند ایستاد. آقای عزیز اومدین؟ بله بله. بله، من مجبور شدم صحبت کنم تا شما برگردید. بله من هستم. عرضم به حضورتون که سرکار خانم منیژه شاید سخن داشته باشم. همه جان سخن گفتن. سرکار خانم منیژه، خانم دکتر شما سخنی دارید؟ جناب نجات اومدن، اگه سخنی بگن. جناب محمود اومدن. امروز روز بزرگی بود، تجدید شاید چند ماه دیگر تا پیروزی انقلاب جمعه های خونین بود که تجدید شد. بعد از 1 سال رسما تجدید شد که هر جمعه ادامه خواهد یافت. آقای عبدالحمید امروز رسم کرد با سخنی رمزآمیز قوی که صفتان را خودتان در آخر خطبه صفتان را خودتان هدایت کنید، شعارها را با مرگ و با توهین همراه نباشه، یعنی تظاهرات خواهد شد و آبرویی هم برای حاکمیت ملا نگذار. گفت که تجارت تعطیل شده، بازار کساده، مردم همه فقیرن، عدالت در دادگستری نیست و حتی خود شیعیان خوبی شاید باشن از کار برکنار شدن. عرضم به حضورتون که پول ملی کشور بی ارزش شده و کشور در حال تباهی است. مساویس با این سخنان، مساویس با یعنی انقلاب کنه و هیچ آبرویی برای ملا نگذاشت. همه موارد رو ترسیم کرد به خوبی و به ویژه تاکید بر این که ما هرچی هم بگیم ایرانی هستیم و کشورمون رو هم دوست داریم، با تأکید بر این. و خب تظاهرات هم شد و حکومت جنایتکار بسیاری رو زخمی کرد. به روایتی 7 کشته هم داده، هنوز اسامی اعلام نشدن. چند تا بچه هم زخمی شدن و تظاهرات از زاهدان به شهرستان ها هم کشیده شده. یعنی خاش تظاهرات بزرگ شده، راست تظاهرات بزرگ شده، راهبندان شده و بگیر و بند شده. یعنی آنچه ما می ترسیدیم که چه خواهد شد، جمعه های خونین چه خواهد شد و این عزت و آبروی انقلاب که انقلاب هست، دلیلمونم وجود جمعه ها بود. انقلاب در جریان است، رودخانه انقلاب دارد میخوشد، تجدید شد. از نگرانی و ناراحتی همه رو در آورد، عزت و شرف بخشید. فرزندان بلوچ ایران عزت و شرف بخشیدن، جبران کردن عدم حضور خودشونو در مشروطه. جبران کردن عدم حضور خودشونو با وجود اینکه اونا مقصر نبودن. مرکزیت های استبداد مقصر بودن که بچه های بلوچ در اون خیزش ها همراه نبودن، ولی به راستی جبران کردن. چه جبرانی؟ هم در بهمن که 60 نفر 70 نفر از اولین نسل سیاسی بلوچ در 1 ماه اعدام شدن و هم اکنون با فرزندان و خواهران و برادران ایرانی خودشون بار بزرگی رو یک تنه به گردن گرفتند و از این گردنه با افتخار تا امروز بالا رفتن. سپاسگزارم ازتون دوستان عزیز. جناب نجات، جناب محمود اگر سخنی دارن، من دعوت کردن برای
این جمعه خونین اگر سخنی بگن دل ما رو هم خوش بکنن مخلصیم. اگر البته موقعیت داشته باشن اونا، شاید بچه هاشون خواب باشن الان وقت دیر وقت باشه. به هر روی بسیار خوب. پس ما با بوسیدن چهره همه دوستان شب خوش میگیم تا فردا شب که مهمانیمون با جناب رضای شیرازی عزیز برقرار شود. سپاسگزارم از همتون. مرسی از زحماتی که میکشید و ما رو با خودتون دارید. سپاسگزارم.